آن روز با وجود گرمای سوزان امام خود شخصاً به استقبال میهمانهایشان آمدند. مولای من، برویم زیر سایه آن درخت منتظر میهمانها بمانیم. هوا خیلی سوزان شده است. آری، هوا گرم است. برویم. مولایم، من به روی بلندی میروم و به محض دیدن به شما خبر میدم. بسیار خوب. زمان زیادی گذشت اما میهمانان هنوز نرسیده بودند. گویی هوا از همیشه داغ‌تر است. پس چرا میهمانان امام نمی آیند؟ لبیک یا الله. آمدند، میهمانان آمدند. میهمانانتان آمدند. کسانی که منتظرشان بودین آمدند. انتظار به سر رسید. بفرمایید مولای من، کمی جلوتر برویم زودتر به دیدار میهمانانتان. زمان آوای بندگی خداوند است. خداوند تو را بیامرزد. هرگز نماز اول وقت را بیدلیل به تأخیر مینداز. همیشه رعایت نماز اول وقت را بکن. بله مولای من، حق با شماست. الله. هرگز نماز اول وقت را به تأخیر مینداز. همیشه رعایت نماز اول وقت را بکن.